یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتیش از روسیه به تاجیکستان استرداد شدن امردین علوچوف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را تصدیق کرد. پروکورور ژنرالی گفت که به ضد علوچوف هنوز سال 2018 پرونده جنایتی بازگردیده بود و او در روسیه در جستجو قرار داشت. دادستانی کل در این باره معلومات از این بیشتر نداد و آشکار نکرد که علوچوف مشخصاً بر اساس کدام ماده های کودکس جنایتی تاجیکستان ایفدار کرده می شود. و دنبال رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان نیز در نشست خبریش این را تصدیق کرد و گفت امردین علوچوف از روسیه برگشت و ما او را دستگیر کردیم. او هم در این باره جزئیات نداد. یوسف رحمان و رمضان رحیمزاده نخستین مقام های رسمی تاجیکستانند که استرداد علوچوف را تصدیق کرد. تا کنون مقامات به دوشنبه آوردن او را رد می‌کردند، ولی منابع گوناگون میگفتند که مقامات روسیه او را روز 11 ینور در ولایت بلگراد در مرز با اوکراین دستگیر کرده علاقه روز 12 ینور به دوشنبه فرستادند. اخیراً ژورنالیست رستم جانی که مسائل بدخشان را پیگیری میکند خبر داد که امردین علوچوف در بنای اوباب در محله میرزابک در کناره شهر دوشنبه در حبس قرار دارد و هفته گذشته عمکش توانسته است که او را در بازداشتگاه ببیند. در حبسخانه مقامات تاجیک بودن امردین علوچوف تصدیق شد. 4 روز پیش عمکش با او دیدار کرده است. او در بنای مربوط به ریاست مبارزه به ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان واقع در نزدیکی محله میرزابک شهر دوشنبه زندانی است. هنوز ادوکات ندارد و اقربایش نمیدونند که گناه او چیست. مقامات نیز نگفتند از روی کدام ماده‌های قانون امردین را بازداشت کردند. خبر داد رستم جانی بنا به اطلاع او مقامات روسیه امردین علوچوف را از 2 مای سال 2020 با درخواست جانب تاجیکستان تحت جستجو قرار دادند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دلیل بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان ماده های 181 قسم 3 گروگانگیری و 189 قسم 3 برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی علوچوف را ایفدار کرده بازداشت و استرداد او را از روسیه طلب کردند. رستم جانی نوشت که به علوچوف بر اساس این 2 بند قانون در مجموع تا 24 سال زندان تهدید میکند.